مردها میتونن با چند نفر باشن ولی زنها نه. مردی که با چند نفر بوده زرنگه، ولی زنی که با چند نفر بوده خرابه. داداش یکم یواشتر، ترمز کن با هم بریم. پسره در طول دوران مجردیش با 100 نفر بوده. اون وقت برای ازدواج دنبال آفتاب مهتاب ندیده میگرده. خودش صبحها سر کار آفتاب خانوم رو میدیده، شبها هم تو ویلا مهتاب خانوم رو میدیده. بعد برای ازدواج دنبال کسی میگرده که تو خونه تا حالا اینجوری نشسته بوده و فقط منتظر این شخص بوده که بیاد خواستگاریش. برادر گلم از منبر بیا پایین، بیا کنار ما بشین. اگه همچین دیدگاه و طرز فکری دارین، اصلا سمت ازدواج نرین. یعنی چی که پسرا میتونن هر گذشته‌ای داشته باشن، هر کاری بکنن، ولی دخترا نه. پسری که با 100 نفر بوده زرنگ حساب میشه، اون وقت دختری که با 1 نفر بوده خراب میشه. معیارتون برای سالم یا خراب بودن یه شخص چیه؟ بگی ما هم یاد بگیریم. دسته‌بندی داریم میکنیم دیگه، خوبها و بدها. بدها دوران مجردی با ما باشن، خوبها دوران ازدواج. بدها حق ازدواج ندارن، فقط برای خوشگذرانی و تفریحن. خوبها حق خوشگذرانی و تفریح ندارن، فقط برای ازدواجن. حالا جالب اینه این دسته‌بندی رو کیا دارن انجام میدن؟ خب معلومه دیگه، شما آقایون. خودمون میبریم، خودمون میدوزیم. التماس تفکر.